خواهد به شهر و خجالت بکش. اول از که تو بری همی دختر خون نبرد میگفت که پیرتو بد کرده. او دختر از تو چیت گیره؟ آخه بعد تو گل بودو معلمی هم هستی. تو معلمی که دیگه پا میزنی آخه مگر الله بدن تو گل بریزه. تو به دختر خو بگی پیرتو بد کرده. آخه او پیرینه با شوتونه شریک زندگیتونه. تو چرا تو کارا میکنی؟ خانم جان سردار کجا بگذارم؟ جان بمی جگا بگذاری دیگه. آدم بعضی از مردما بی فرهنگ هم با قرآن که سوال دارم نمیفهم. سلام. اشتن خوش لوچه. شکر شما خوبی؟ سلامتی بخیری. جان تو جوره. مونده نباشی. نباشی. واجب اینا خوب بودم. خوب بودش. چرا اینا نبوده؟ نبوده. خیلیته؟ خیلی چی بابا؟ چرا تو گریفتیه؟ هیچی جنجال کردم. خودش شوخ جنجال کرده که تو چرا بیاد تو نیه سالگرد ازدواج من. شما بگید همین سال یک دفعه همین سالگرد ازدواج ما ای بگر به یاد نباشه. 20 دفعه برای بگذارم چی میگه؟ برای میگم که امروز چی روزیه؟ امشب چی شب؟ ها امروز پنجشنبه شب جمعه خسور ممر دعوت کردم. باجی ممر دعوت کردم. به طرق او شکم تو الهی بگم به تو به چاش برابر شه. ایت به چکم به قرآن ایت مثل عزیزه که به چکم ندیدم. تو همیت آدمی هستی که تو هم سالگرد ازدواج به یاد تو نیه. پشتو چه؟ سعی کنم فعلا یک شرایطی هست مردم یک فرق رو بدبختی گرفتاره شودون میخوره سوای خبر نداره. او 1 سال تیر شده از این موضوع. او چی خبر داره که همین رو سالگرد ازدواج چما بوده؟ با او خط قرآنه که فقط غلط شده مگر که سالگرد ازدواج عمود برفته. هر وقت کسی تو پرچی سالگرد ازدواج تو خانم جان بیخی از عمود نرفته باشه. فعلا همین فکر کار نمیکنه که او حتما باید بفهمه که سالگرد ازدواج تو همین امرو بوده. ای خواهر ای دوماد من اینجا بیامدم که خود شما گپی بزنم درد دل کنم. شما با طرفداری از اون میکنید. تو بگرم یک ذره فهم شعور که دیشته باشه بگم این زن سالیان سال همین چی زحمت کشیده و همین زندگی منه کار کرده. خواهر به خدا هر وقت تن آدم سالم باشه سالگرد ازدواجه. هر وقت شکم آدم سر باشه سالگرد ازدواج. چرا برات بو نمیگیدی؟ نداره اون مردم. تو میفهمی که این متقا برای لقمه نونی گومم بنده خدا. با بازار و کوچه میرن چی حال دارم با خونه میم چی حال دارم. بازی گپار یک زنی بزنه که حداقل سواد نداشته باشه. تو که خوشش معلمی، تو شاگرد داری 40-50 تا، تو اولاد از این وطن تربیه میکنی. تو اگه قرار باشه که سر از این موضوع جزئی اوقات خود طلاق کنی بری خدمت مسلمان جنگ کنی دیگه چی گیره؟ چند سال ما خوار عروسی کرده؟ خدا همه هر ساعته که دشتم همون روز سالگرد عروسی ما بوده سالگرد ازدواج ما بوده بسته خوشی ها ما بوده بردشتم رو ببرد و به هتل قرار خدای براتن لقمه نونی هم بخوردیم بیامونه. تو حال همی خوارد یاد نکرده که سالگرد عروسی ما یا سالگرد نامزادداری ما یا چی گپ اصلا معنی نداره. خب درسته دوماد شما راست میگی من نمیگم نه. من میرم به مکتب همکارامو میگم دیگه سالگرد اونا همین حساب دارم از من بیتر. چرا تو استوری نگدیشتی؟ چرا تو تجلیل نکردی؟ خب چی بگم؟ خجالت میکشم به پیش اینا. چرا خجالت کشی؟ بعضی از این معلم صاحبا خدا عمر جون اینا باشه دیگه کاری کنه دارم یا فقط برم عکس استوری بذارم سالگرد چی خورد بس خلاص به قصد شاگرد نیم کشی رقم درس دادم دیگه اون کار اینا نمیمونه. حالی هم سایکو کوکو جان فقط برو بس با خونگاه خوب هیچ گپی نیه شور تو حالا نفهمیده حداقل بفهمم خیره. میفهمی که این مرد صبح بیری میشه تا شما 1000 رقم جنجال داره خیلی 1000 نفر صد کله میخوره خیلی 1000 نفر بگو نگو داره او بیاد میمونه که الله نمی امروز سالگرد ازدواج زن میبوده. همون برو با مقبولی خیلی بشی همون هم شاید بفهمون بگی بری بوده او همون که آدم نامرد نیه شاید یک توفیه به تو بخره بر داره بیاره. مچوم اینه دار برو دختری هم گری بخواه برو که بعد همون دختر تو از تو چیت گیره برو به خیر خوشی من رو شما باز بخده خوار تو برمخزم میان چه تعریف کنشه خونه هستیم؟ میریم چه کاری هم باجی خورم ببینم چند پس میریم دیگه شو نگاه میدارم شما نه شو نمیسته نه دیگه من میرم دیگه خودیار میکنم پس خور به عذاب نکنم هیچ تیار نمیکنم همون خدا واسه هر چی بود میخوره باشه خدا افش رقم بیشتر تیار نکنه گفتم افش رقم زیادتر تیار نکنه قرآن میخواد خوب میبینی که در کلمه گرد خودی جنجه و در شده که مثلا آخونستان شهر اونه با دختری بیا بده بگه بیا بریم ما در بابا بگفتیم که بد کردی پیاتو دختر خود میگه
نجاتی باشه قواشم خوب ده تا گورونی علو به نم کنست این خوراک طور بندازه به خونه همیته بزنه که همیته کمک کشه خوبه حتما ما این بریم همی گفت بزنیم خب نه خود تو سیکو که چقدر بیاقل و دختر خوب جلو رو دختر خوب که پیارتو بد کرد خدا نکنه که تو همی گپ بزنی به خدا دل مشتاق چکه میشه من تا بالا همیته گپی هم از ما بیشنویدی خدا نکنه که بشنی خدا بزن نکن بیلا خیره پیار کریمه ها بخی که امشه و خوارم میایم بیامدی؟ بلیا الهی شکر که بیامدی آخه لازمه که اوقات آدم طلاق کنی آخه خیلی خوشحال شدم که پس امدی بخی برو با بازار کمی سودا بستو که امشه برای خوار گفتم بیایم شما رو نگاه میدارم امشه میام بخونیم چشم ادمی به خدمتم من میفهمی شو روز تلاش میکنم زحمت بکشم به خاطر تو میکشم باز تو برفتی پیش خوارم اینو پیش اونا رفتی گپارک زدی آخه تو کدو وقت گفتی کاری من نکردم باز از یاد منافق زد گرفتاری و مشکلات است به یاد آدم نمیمونه دیگه خب گپ نزن منو از تو شما هفته که لفته به 4 مردم میکنم منو سلام اسمون زودی دیگه زودی چشم هم که تو بیامدی خونه و بس چراغ رو میشن استر خواه سلام خوبی سلامتی خوش آمدید سلام خوبی سلامتی خوشحالی خیلی خوش آمدید سلامت باشی زنده باشی کجای باجه؟ میایم تا هم دم دکونا رفتم میایم ولی تا دم بازار یک وقت گپ به میمون زدی نجسته باشه نه باجه شما بیچاره نمیدادم شما دیگه پا میزنی خوشحال شد داده پشت سر اینا خوشحال شد ها خب چه خبره چی گپا سلامتی گپا گفتی اضافی خونه نزدی باز خدی جنجال چیزی خونه نکردی نه من چی جنجال دارم خواه خوب اگر 4 روز دنیایه خدا این زندگی خوبی و خوشی تیر کنی خدا عمره نه این عمره خوش بشه هیچ چی اصلا کرای از این گپا نمیخوام خب چه کار کنم دیگه ازم صبح تا شام من هفته که لفته به 4 مردم میگم زمین سردار کجا بگذارم ان بیام باجی شما بگذاری من اونجا نمیام بیاین باشه یعنی درست بعد دم آشپزخونه بگذاری هیچی خدا نگیم آدم خوبیه شما کار نگرفته جور باشم باشه خوشحاله بخیر سلامته چی گفته خدا خوب اگه می شرکت ها مخابراتی خبر شه که این قسمت سر شمالی است که همون دمانتن خودم میکنه یار باشه شوخی خوب هستین چی گفته خوبی که خوشحاله خوبم سلامت شکر خدا چی اگه تو قصه بی گوشت میخری باشه این که به قرآن چیزی با خدا همین برای اینجا پلاستیکیه که میخوره میشه کم ماری تکلون کرده نه که خرج خوراک نداره چی گپای بخیری زنده باشه چه کاری با چی خدمه خوشلوچی و سرکش وردشتی با خدا باشه بعض وقتا به زبون خانوما رو آدم نمیفهمه بسیاری وقتا میته اشتباهی سر میذاره من نفهمیدم از این روزی که قرار بود که ما ازدواج کردیم تجلیل کنیم از یاد ما برفتید خود شما میفهمید گرفتاری کم باشه من به طعم خوشلوچی ها خود که دیدم همین خوشلوچی من خیلی اساسه بفهمیدی انمی موضوع هسته که باید تو باید میفهمیدی دیگه از این به بعد مثل که جنتری تاریخ داشته باشه همین تاریخش رو از یاد نمیره نه باشه من خدایی بیامد به خونه ما میگه من خود نبودم بیامد پیش خواهر خب باز بیامدم خوب رو نصیحت کردم خیلی میفهمم شرایط خرابه ما و شما صبح بیری میشیم به چی بدبختی یک لقمه نونی پیدا میکنیم دیگه بعد هم زنا هم درک کنم باز ایرم درک میکنم میام میره داخل مکتب دیگه خدا خیر بده بعضی معلم صاحبا فقط کرد من تا اداره شیشتی هم شوم چه کار کرد شوم گلوبند چی خرید شوم مثلا چلپاسی عربی چلپارچه میگیم چلپاسی میگیم چی چلپاسی عربی باشه ما شروع کردی چه کار کنم دیگه بقدر که حداقل گپا خورو باشه بزنم نگفتم باشه ما شروع کردی خب بس جانم گپ بخور میزنم دیگه چیز بعد خود نگفتم خیلی خوبه چی کار داریم باشه با جالی به پیش هم اومدم دیگه رسیدم دل نمایه که بگم و بخندم حالی هم خیر باشه دیگه وقتی گاهی وقتا مجبور آدم ناز زن برداره برستی هم که همیتونه مونتو من یک چیز واقعیت بگم خوب انا چند ساله که همین خوشلوشی تو خونه منه تو باور به خدا بکن تو نشنیدم کی بگم چه کار اکو فلان نکرد داشتیم خدی آمیت بدرم گندیم بس خلاص خرج کردیم نداشتیم سیل کردیم راست میگیم یعنی بعض آدما که اساسه باید حساسیت از اینا رو آدم متوجه باشه خانم به همین کار اساسه من نفهمیدم
همین وقتی که میفهمی که زن تو اساسه چرا میگی نون خون طوری کنه؟ حداقل بفهم. امروز دیگه بفهمیدم که به این موضوع خیلی باید جدی باشه. این موضوع بعضی جدی بشی. ایت به تو بگم خوب. آدم هر چی قوم و برار و ملاحظه همه دست بکش، از این موضوع دست نکش. اگه نکنی میته با سر تو لنگ میذاره دویده میای بخونیم و باز پیش خوار. بازم خدا فرض کرده که خوار ازی مثلا این نصیحت کرده اگه خوار میداشت که به مثل خود از این خانم شما میبود یک شینی با پا بود. شینی با پا بود. بازم تشکر از شما، همچنین از شما که همین مشکل را حل کرد. خواهش میکنم. زنده باشین. خانم جان ببخش دیگه تا. خدا ببخش. ولی نه ترسک دیگه نمیزنه، ما خواستیم شیشته دیگه با خدا شما بریم با خود تلقی نشه. با گبری مال بودی باشه. ما بیاودیم که از تو دفاع کنیم. خانم جان ببخش. از صدق شما